روزه یکی از 5 رکنهای دین مقدس اسلام است و طریقه علما از محدثین و فقها بعد کتاب زکات غالبا کتاب روزه را ذکر میکنند. حافظ عبدالغنی ابن قدامه مقدسی رحمت الله علیه بعد کتاب زکات کتاب الصیام گفتند، برای آنکه پیروی به سنت در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت کردن از حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن حدیث گفتند که اسلام به 5 چیز بنا شد. بنی الاسلام علی 5: شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاه. اسلام به 5 چیز بنا شد. اولین شهادت دادن به یگانگی الله تعالی که غیر او دیگه معبودی بر حق نیست و شهادت دادن بر رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت محمد علیه السلام و اقام الصلاه. دومین رکنش برپا داشتن نماز و ایتای زکات، دادن زکات و صوم رمضان آمده است، روزه گرفتن ماه مبارک رمضان. یعنی در این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد زکات روزه را آوردند، بعد از آن و حج البیت گفتند. بنابراین امام مصنف همچون اقتدا به همین حدیث بعد کتاب زکات که آن هم سال 2 هجری فرض شده بود کتاب روزه را آوردند که آن هم بعد یعنی سال 2 هجری فرض شده است، اما حج سال 9 هجری فرض شده است. اما امام بخاری باشند کتاب روزه را بعد کتاب حج آوردند. برای چی؟ به یک روایتی که خودی در صحیح بخاری و در دیگر حدیث های صحیح ثابت شده است و حج البیت و صوم رمضان آمده است در آن روایت. حج خانه الله تعالی و روزه داشتن ماه مبارک رمضان. به همان ترتیب تکیه کرده امام بخاری اول کتاب حج را آوردند. بنابراین وقتی که در حج قربانی هست حتی عقیقه را احکامش را هم پیرو به کتاب حج کردند. بعد از آن زیارت مدینه منوره را هم در اینجا ذکر کردند که غالبا زیارت مدینه منوره را علما در باب شهر مدینه تاریخ می ذکر میکنن. امام بخاری باشن در کتاب عبادات آوردن، همچون وقتی که حاجی به زیارت مکه می رود عادتا بعد زیارت مکه به مدینه هم می رود، بنابراین به کتاب حج کتاب زیارت مدینه منوره را آوردند و بعد از آن کتاب روزه را ذکر کردند و با کتاب روزه کتاب عبادات را به آخر رسانیدند.